آقا خدا وکیلی حوزه کامیونیتی کانال خیلی خیته سر این حواشی که شده سر این حواشی که شده سر این آقای میموجی راستشو بخوای من تا حالا ندیدم همچی یوتیوبری تو کامیونیتی کانالش. من از اول ازش خوشم نمیومد. بخوام راستشو بخوام یاد چیز بگم روک بگم ازش خوشم نمیاد. حالا نکنید پاسخ با کاری ندارم که مظلوم نمایی میکنه. من فقط کار دارم که آقا دوست عزیز من تو یوتیوبری نباید بیای با یوتیوبری که خیلی حالا پشت مردم پشتشن و حالا نمیدونم آیبوم دو پم با پیش با آیبوم یه دوئل زد. راستش آیبوم خیلی اونجا زایه شد زایه نشد حق داشت. میگم از قدیم یادم ویدیوش اومده بود میگفت میموجی چیتره واقعا هم راست گفت. واقعا کانفیگ و DNS اینا زده ولی با آیبوم دوئل زده بردتش رو. من خوب ندیدم یه قسمتی از ویدیوش رو دیدم قبلا. ایشون درست ریده به کامیونیتی کم بوده بیدم کامیون ریده تو کامیونیتی کالافو. آقای مهندس تو خودت اول خواهم بگم در ایشون سرویسه. خیلی روش میخوام بگم حالا ایران حواشی آماده تو داستان و نمیدونم داره پول در نمیدونه. خلاصه ایران حواشی آماده چندین حرف میزنه. حالا مهم نیست کلی حرف میزنه. میموجه بسته و میره تا حواشی و چی اول لجند هم میگه بتل پسات فیک جوری که ایشون بتل پس میده آخه من نمیدونم کدوم مردم اومدی چیزا کدوم مردم اومدی میتونه تو هر ویدیو 10 تا 20 تا همچین مثلا پس جنگ بگیزش یه منطقی یک چیزی ناموسن چه وضعشه. نظرم اینه که میموجی که کثیف‌ترین یوتیوبر است. تنها راه چالش اینه که بیاد از یوتیوبر عذرخواهی کنه. من همین ویدیو دیدم و تا آخر دیدم یه باگه ازش سوء استفاده میکنن. اینه که یک بتل پس مثلا $3 میگه بتل پس فیک چیتری دلار ریزین هند تا تو ایران 300,000 تومانی میشه و طرف دوئل زده. خب یا اول فهم صداش بود نه نمیدونم صدای چیز زیاد نمیدونم. خلاصا ثابت کرد ایشون چیتره. تنها راه که ایشون از مخمسه دراد یا عذرخواهی کنه از همه یوتیوبرها، از علیزی، از سیکرا، از آیبا به خیلی فوش داد. حالا دوستان یوتیوبرهای گرامی ما میگن فوش داده و اون چیزی که گفت شاید واسهتون سوال پیش اومده آیا میشه آخرین ثانیه آلکاتراز استارت کرد؟ الان میتونی دقیقا چی گفت امروز توی گیم یکی از یه بی‌احترامی هم یه لابلا کرد. اولا جناب وایسی رو پخش کرد و آبروی رو برد و یه داستان هم حالا عملاجه خیلی ویور داره. منم واقعا خیلی ازش خوشم میاد. خب واقعا اخبار خیلی خوبی میذاره. بریم یه تیکه از حالا ویدیوشو ببینیم. من زیاد صحبت نمی‌کنم داره اینا من یه لحظه بود اول فصل از یه تیکه همون تیکه ای که ثابت میکنه چون چیت زده کجاست جی خوبی؟ یه سری چیزا الکیش کنیم. مهمونی برمیگردم ویدیو بعد اینا این فاله ها نمیدونم چیه همون کافیگ ادش ایشون هم میاد از کسرای نم چیه
ایشون هم چیت میفروشه اینا، کافی DNS میفروشه اینا. ایشون میاد خودش نمیخره. ایران هواشی گفته، اینا که منش گوی یعنی هیچی. ایران هواشی اما ایشون خودش نمیاد نمیخره. حالا دوستان یوتیوب بیان، دوستانش میاد میخرن ولی به یه آیدی دی تا اونجایی که من میدونم. شاید خیلی اشتباه بکنم ولی بازم اول فضل تازه غذا کنم. خب من خیلی ممکنه اشتباه بکنم ولی بازم واسهتون بیشتر گذاشتم، بیشتر از این نمیذارم چون زشته کاری نفری که این همه زحمت کشیده رو بیه به خاطر احمد جان چطور داشت؟ خوبی؟ یه سری چیزا الکیش کنیم. مهمونی برمیگردم. ویدیو بعد آلبومه، حرف بعد ویدیو آلبومو تا بهت بگم، تا یه جوری آخرش دیدم، فقط 3 دقیقه مونده که نبینم. حالا ببینی تو هم متوجه میشی. قشنگ تو ویدیوش داره میگه که این بابا چیتره و این بابا نکن. ایشون با خیلی از یوتیوبر مظلوم، برای یوتیوبر مثلا مظلوم نمایی کردن. من ویدیو علیرضا میشم میدیدم امروز. خب ایشون کلا یوتیوبر مرموزیه. حالا زد و فلانه و کافیش رو شده سالم نیست و کلی چرت و پرت. کلی کامنت من دارم میگیرم من ریختن، یعنی زیر پستای من دارن میگن آی چیتری خودت و فلانی و بهمانی و یه حاشیه‌ای درست کردیم بابا. خدای حق جوری که تو با چیتیشون رو زدی ایشون آبروش رفت. خب حالا کاری حالا نمیدونم نظرش چیکارش کنم. ببخشید بچه‌ها بازم بسازم یه ویدیو جوابش خوشگل بدم بابت شرمنده همتون شدم یا ولش کنیم چیکارش کنیم؟ آیا میگه سند مدرک داره ایشون به یوتیوب فوش داده. خب ببینم چه حرکتی بزنیم، چون بری ویدیو رو ببینی کامل معلومه داره بی احترامی میکنه. با چیت زده بودی؟ میدونی آخه احمد من اصلا فکر یاقی چیت زده بودی حق بود. نمی‌کنم اینجوری بخواد صحبت کنه. ها یه چیز دیگه گفت چیت نزدم، اکانت ترول چی شد؟ آیدیشو دارم واسه بچه‌ها. من داستان اکانت ترول نمیدونم پس هیچ حرفی دوست داشتی میذارم اگه یاد باشه. همه چی هستش در مورد اکانت ترول. بچه‌ها اینا اول سند مدرک پسایی هستن که من فعال کردم. واسهتون حرفای بالتری هم دارم. من بتل پس احمد مدرکی واقعی فعال بی‌اعترافی نمی‌کنم چون دوست داشتم شما خوشحال بشید و یکی از چیزایی که توی ایران همیشه وجود. خب ویدیو اول رو دیدیم. ببخشید بازم خب گلوم گرفت ولش کن. بریم ویدیو که ویدیو آیرون نمیخواد زیاد فکر کنم خلاص حرف زدم. آجی پشمان ویدیو اخبارش از ویدیو چیزش میشه. ویدیو اخبارش از ویدیو که مثلا باید خیلی ویو بگیری ویدیو یا نه یوتیوبر خیلی خوبی فقط عشق ابدی زیاد آمریکا زیاد چیز نکنید. چند دقیقه از 8 خوب خدا شلمتی اومدم اولین لایک ویدیو رو بگیرم. خلاصه زن مهم نیست. اما همه داستان میکنن کامیونیتی ما ایشون باید بیاد چیکار کنه. حرف ایشون باید بیاد چیکار کنه نکن. آیمان پست دکمه سیکتیری بود. منتظر آیمان چی گفته؟ منتظرم دست از پا خطا کنه ویسای فحاشیش رو پخش رو میکنم این فیلم میشه و بی خود میکنه بیاد بگه هوش مصنوعیه. بذار ویسا رو میگه هوش مصنوعیه. آقا هوش مصنوعی نمیتونه فوش چیز کنه درست کنه. ثابت میکنم واسه خودش. باید بیاد از مخاطبا و یوتیوبرها که بهشو فوش شده مخصوصا سیکرامن عذرخواهی کنه. واقعا هم عذرخواهی کنه. بگه چیت زده و راجع اون طلب مثلا چیتشو اینو طلب بخشش کنه. در غیر این صورت با ویدیو بعدی خیلی چیزا رو میکنم. مدرک هم ایشون هم دارم. تا الان هم دارم از سوخت بدبخت پاره شد. بله ایران هواشیان رو لاکن کل صفحه هم شده ایشون. کل صفحه هم چی بگم اکیب سه سلام سر یه رفتار یه حرکت یه جمله اشتباه خلاص میشه آره خلاص
خلاصه که اوضاع ایشون خیته. ایشون تنها چاری نمی اصخایی کنه بگه آقا من چیت زدم. یکی به سلام اون سر غلط یه کردم. رفتار، یه حرکت، یه جمله اشتباه اصلا پاچید و همه چی خراب عذرخواهی شد. می‌کنم. سلام بچه‌ها، خیلی خوش آمدید به این ویدیو. یه سری حرف مرسی تا آخر ویدیو همراه من بودید. تا آخر ویدیو همراه من نبودید دمت گرم. آخرش نتونستم خداحافظی کنم و بچه ها مرسی که ویدیو دیدید. خداحافظ.